سلام، این اولین ویدیو منه. اسم من سام هستش که ویدیوهای کالاف میذارم، ویدیوهای ماینکرافت میذارم. از این دفعه به بعد بیشتر تو تابستون کار انجام میدم، چون من 12 سالمه و کلاس 5 هستم و کارها سخته. من اومدم امروز بهتون آموزش بدم چجوری تو 2 ساعت یا 1 ساعت همچین اسکینی که من دارم و اصلش رو بگیریم. چجوری؟ این قسمت ایونت هست، این بغل سبز هستش. اینو لطفا بزنید. اینجا باید چند تا چیزی گرفته باشید. بعد از اینی که الان من روشم گرفته باشه. این بغل قسمت زرده میزن که چند تا گرفتین. رو همین قسمت زرده کلیک کنین. اینجا با 20 اون میتونین این تفنگو بخرین که لجند نیست ولی عالیه. یا اسکین منو با 40 تا از اینا میتونین بخرین که چیز خیلی کمه. و همینطور میتونین چیزای خفن بخرید که حتی یه شاپ کوچولو هم اینجا داره که میتونین بخرید. از اینا خیلی چیزی کمیه. حالا میگه ما چجوری باید از اینا بگیریم. این قسمت آبی بغل هست، اینو لطفا بزنید. آخرین قسمت مراحل هستی که یه کوچولوشو باید همیشه کامل کردش. الان میبینیم من فقط یه مرحله کامل کردم و تونستم این همه چیزو بگیرم. و اینکه ویدیو تموم شد. ممنون از اینکه تماشا کردید، خیلی لطف کرد.